با سلام خدمت تمام شما علاقه‌مندان سینما و سرگرمی. اسم من امیره و به کانال وای استریمز خوش اومدید. با عرضه ورژن بلوری فیلم ددپول و ولورین وقت بدی نیست که سراغ این فیلم بریم و نقدش رو با هم دیگه داشته باشیم. با من همراه باشید. بیاین با خوب فیلم شروع بکنیم و اولین نکته مثبتی که چشم من رو گرفت برای یک فیلم کمدی بسیار خوب فیلم ددپول و ولورین. رایان رنولدز کمدین بی‌نظیریه و توی این فیلم کاملا میتونیم ببینیم و همونطوری که شاید خیلیاتون میدونید رنولدز توی نوشتن جوک های فیلم هم نقش داشته و به نظر من کمدی این فیلم با وجود اینکه جوک هایی داریم که یکم ایمچور و مسخره بودن باز تونست من رو بخندونه و من همچین چیزی رو نمیتونم راجع به هیچ کدوم از فاز 4 MCU بخصوص و خیلی حتی از فیلم‌های قبل از اون بگم. مورد بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم کوریوگرافی بسیار خوب سکانس‌های اکشن هست. بسیاری از اکشن‌های فیلم به خاطر زمینی و گراوندد بودن کاراکترهای ددپول و ولورین در اکثر مواقع بدون CGI درست شده و کاملا پرکتیکال بوده و کاملا هم میشه اینو دید. مبارزات بسیار خوبی ما تو این فیلم داریم و در کنار موسیقی بسیار بسیار خوبی که برای سکانس‌های مبارزه انتخاب کردن میتونه آدرنالین بسیار بالایی رو به بیننده تزریق بکنه. گرچه اکشن فیلم در جاهای مشکل داره، به خصوص در پایان فیلم به خاطر مشکلات CGI که داریم که در آینده بهش میرسیم جلوتر. و اما بازیگرها، هیو جکمن به عنوان بخش احساسی فیلم میتونه مثل همیشه جکمن یک بازیگر تئاتر، یک بازیگر دراماتیکه و بسیار عالی تونسته توی این فیلم با وجود این که بکستوری که ما برای احساس و درک کردن احساس این ولورین رو نداریم و بهمون نشون ندادن. قانون شودونتل رو یه ویدیو حتما راجعش درست میکنم و بهتون توضیح میدم. اما شما موقعی که دارید یک فیلم میسازید، یک فیلم، سریال، انیمه، هر چی، هدف شما اینه که به جای اینکه به بیننده هاتون چیزی رو بگین، همچین مفهومی رو بهشون نشون بدید و به جای اینکه به زبون بیارید بهشون نشون بدید و همچین چیزی عمق بسیار بیشتری داره و تأثیر بسیار بیشتری رو روی بیننده میذاره و متاسفانه توی ددپول و ولورین ما همچین عمقی رو برای کاراکتر ولورینی که داریم نداریم. اما بازی جکمن میتونه تا حدودی جور بخش دراماتیک فیلم رو بکشه. یه سری بازیگر هم به عنوان کمئو توی فیلم بودن که من اسپویل نمی کنم، اما همشون نقششون رو بسیار خوب بازی کرده بودن. با وجود اینکه یه سریاشون رو قبلا دیده بودیم، این یک ورژن کارتونی تر و اوور د تاپ تر ازشون بود و همه یه بازیگرایی که ما داشتیم تونسته بودن از پس نقششون بر بیان. اینکه این فیلم کاراکترهای فراموش شده فیلم‌های قدیمی مارول فاکس رو میاره و سعی میکنه که بهشون یک ادای احترامی بکنه، به نظر من بهترین استفاده از مالتیورس و کمئوها توی MCU بوده. با وجود اینکه ما اسپایدرمن رو داشتیم و خیلی فن سرویس خوبی بود اون، اما خب فن سرویس بود و اینجا ادای احترامیه به فیلم هایی که شاید اونقدری که باید و شاید با عشق ساخته نشدن و به چیزی که حقشون بود نرسیدن و از این لحاظ من واقعا قدردان شان لوی و رایان رنولدز هستم. اما متاسفانه فیلم ددپول و ولورین مانند تمام فیلم هایی که داریم بی نقص نیست. نقص بزرگ فیلم ددپول و ولورین به نظر من قطعاً در ویلن های فیلمه. 2 ویلن اصلی ما داریم توی فیلم، کاساندرا نووا و یه کاراکتری که اسپویل هست چون تریلرها نشون نداده شده به عنوان ویلن. این ویلن ها بدون اون موتیویشن و بدون بکستوری درست حسابی که ما برای یک ویلن لازم داریم به ما نشون داده شدن
ما هیچی راجع به کاساندرا نووا نمیدونیم به جز این که بسیار قویه و میتونه کارهای خفنی بکنه. نه اهدافش رو میدونیم، نه دلایلش رو میدونیم، نه گذشتهش رو میدونیم. کاساندرا نووا در کامیک های مارول کاراکتر بسیار عمیق و مهمیه، به عنوان خواهر چارلز اگزاویر و به عنوان خواهری که کمتر بهش بها داده شده و کمتر دوستش داشتن، عشق کمتری بهش وارد شده. یک جورایی یک ورژن خطرناکتر و وحشیتر از اگزیویره و توی این فیلم ما فقط دیوانگیش رو میبینیم و قدرت خفنش، و از لحاظ داستانی و شخصیت پردازی این ویلن به اندازه کافی نتونست من رو جذب خودش بکنه. ویلن دوم بیشتر بار کمدی داره، اما از لحاظ متا کامنتری که داره به عنوان اینکه آقا اینا طرفدارهای یه جورایی طرفدارهای مارول رو به تصویر اینکه طرفدارهای مارول رو به تصویر میکشید برام جالب بود. اما باز از لحاظ ویلن های فیلم به نظر من ما مشکل داشتیم. یکی دیگه از مشکلاتی که من با فیلم داشتم، همونطوری که گفتم، سکانس های احساسی به اندازه کافی به ما اون حسی که میخوایم رو وارد نمی کنن و یکی از دلایل مهم اینه که در مورد بک استوری نداشتن ولورین صحبت کردیم. ددپول هم آرکی که داره، آرکیه که توی ددپول 1 و 2 ازش دیده بود، برگشتن با ونسا و رسیدن به چیزایی که دوستش داره و بودن کنار عزیزانش و یه جورایی یاد گرفتن که باید به دور و بریاش بسنده بکنه. ما اینو توی ددپول 2 دیده بودیم. و اما مشکل بعدی که با این فیلم دارم اینه که با وجود اینکه سینماتوگرافی و کامرا ورک خوبی داریم، ست هایی که ما داریم بسیار حوصله سربر هستن و مثل همیشه فیلم مارول یک تجربه تماشای بسیار زشتیه. یعنی ما استفاده درست از رنگ نداریم، حتی چه میدونم داستانگویی تصویری نداریم. شما یک فریم مارول رو نمیتونی بشینی و آنالیز بکنی و بگی که آره اینجا به این دلیل، اینجا این کاراکتر به این دلیل اینجا ایستاده به خاطر و این جور سمبولیسمو داره. همچین چیزی ما نداریم. و توی صنعت سینما شما باید از چیزی که بهتون داده شده که تصویر هست استفاده صحیح بکنید. و متاسفانه ددپول و ولورین اصلاً از این لحاظ خوب نبوده. چرا میگم اصلاً؟ به خاطر اینکه CGI فیلم بعضی جاها واقعاً وحشتناکه. یعنی این تصویری که الان دارید از ماسک ولورین میبینید و تو رو خدا ببینید چیکار داری میکنی مرد. بعد اگر مشکلات داستانی فیلم نبود میشد از لحاظ بصری هم چشم پوشی کرد. و اما داستان فیلم بسیار خطی و بسیار ساده است و این لزوما چیز بدی نیست، به خاطر اینکه توی سبکی که فیلمو داریم میسازیم یه همچین داستانی جواب میده و شما باید بیشتر فوکستون رو کاراکتراتون باشه تا پلات. اما با وجود تمام مشکلاتی که ددپول و ولورین داره، فیلمیه که با عشق ساخته شده، با عشق برای کاراکترهای مارول، با عشق برای دوره تاریک از فیلم‌های مارول و با عشق برای طرفدارانی که بی‌صبرانه منتظر دیدن کاراکترهایی که دوستشون دارن. و من حتما به کسانی که علاقه به اکشن کمدی دارن و به خصوص کسانی که به مارول علاقه دارن دیدن این فیلم رو پیشنهاد میکنم. نمره من به این فیلم 6.5 از 10. راستی فیلم خیلی فروخته و این میتونه ما رو امیدوار بکنه که مارول بره به سمت اینکه ژانر فیلم‌هاش رو جدا جدا بکنه، به کارگردان‌ها آزادی بیشتری بده و سعی کنه که داستان‌های زیبا با عشق برای این کاراکترها رو تعریف کنه. فکر کنم
Oh for fuck!